بند آب پاشدان، موقعیت 15 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ. هزینه ساخت بیش از 117 میلیون دلار می باشد که از بودجه انکشافی امارت اسلامی افغانستان تمویل می گردد. ظرفیت: این بند توانایی ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب، تولید 2 مگاوات برق و قابلیت آبیاری بیش از 13,000 هکتار زمین در اطراف بند را دارا است. بند آب پاشدان بر دریای هریرود موقعیت دارد که بعد از بند سلما دومین بند بزرگ در ولایت هرات پنداشته می شود. دریای هریرود از کوههای مرکزی افغانستان سرچشمه می گیرد و بخشی از سرحد شمال غرب افغانستان و شمال شرق ایران را تشکیل می دهد. از آنجا وارد خاک ترکمنستان می شود.